سلام. یکم میخوایم در مورد مراقبت‌های بعد از زایمان، حالا چه زایمان سزارین چه زایمان طبیعی با شما صحبت بکنیم. خیلی از مریضا وقتی روز بعد عمل جراحی میریم ازشون یه ویزیتی انجام بدیم، یه ملاقاتی داشته باشیم، بیشتر سوالاشون پیرامون مسائل اطفال هست. ما تا جایی که بتونیم کمکشون میکنیم و اطلاعاتمون رو در اختیارشون قرار میدیم، ولی واقعیت اینه که بهتر سوالات اطفالتون رو از متخصصین اطفالی که فرزندانتون رو ویزیت میکنن بپرسید. در مورد شیر خوردنشون، در مورد تعویضشون، در مورد غربالگری هاشون، در مورد نوع شیری که میخوایم بهش بدین که ترجیحاً شیر مادر باشه یا نه. و اما اون چیزی که از نظر ما خیلی مهم هستش اینه که حتما شیر مادر تخلیه بشه، مراقبت از زخم یا که در ناحیه سزارین هست یا در ناحیه پرینه در زایمان طبیعی هست انجام بشه. ویزیت روز 10 بعد از عملشون یا بعد از زایمان طبیعیشون انجام بشه تا روز 40 بعد از زایمانشون نزدیکی نداشته باشن و بعد از انجام پاپ اسمیر میتونن اقدام رابطه جنسی داشته باشن و با این ویزیت‌های مداوم و مکرر با متخصص زنان ان شاءالله به مشکلی برنخورن. مرسی.